این دختر عقل مجید از سرش گرفته کریم. مجید به خاطر نریمان کم کم از پیلین دور رفته. میره نمیفهمم چی. وای میبینم که خوب از پیلین طرفداری میکنی. فکر نمیکردم که تو هم به خاطر عروسی بچه همراه پیلین کوشش کنی. من از نریمان بسیار میترسم. اگه مجید همراه کسی عروسی کنه که خانوادش با ما یکسان نباشه به نظرم هیچ خوب نمیشه. در مورد نریمان تو ناحق تشویش میکنی. بچه ما بسیار خوب میفهمه که چی کنه. هر کار که مجید همراه دختر انجام داده فقط خوشگذرانی بوده و بس. ایگه پردیشان فراموش کردن. مجید هیچ وقت در قلب خود به او جای داده نمیتونه. شاید راست بگویی. آخر او هم بچه تو هست. اگه بچه شام طرف پدرش رفته باشه کدام مشکل پیش نمیآید. صبح بخیر. صبح بخیر جونی. تو همراه نریمان غذا خوردی؟ مادرت به تشویشت شده. میگه که بچه از دست خود دادم. بله بسیار شب خوب بود. دیدی؟ شنیدی که چی گفت؟ یعنی میخوای بگویه که خوشگذرانی کنم. مجید بچه نریمان تو را نه بلکه میخوای تخلص آرجاغلو را به دست بیاره. منظورتون از این گپ چی است؟ منظورشی است که نریمان در اصل تو را هیچ نمیخواه. تو پیش دختر به عنوان بچه خانواده آرجاغلو ارزش داری و بس. بله بگونه ها جان مشنام. تو باید در این مضمون کامیاب شوید. اوپس چه داخل رفت تو نیستی؟ بله داخل صنف بود. خدا خیر. سلام. سلام. بفرمایید. این چی است؟ بازی چه تو را جور کردم. چطور تونستی؟ تو گفتی خراب است باز من برای جورش کردم. این حالا درست کار میکنه؟ کاملا مثل روز اول. من خواستم که شخصا خودم با دستای خود براتون بدم. بسیار زیاد تشکر. ما باید تشکر کنم. با شما چی بگیرم؟ ضرور نیست اوزلم. جهان خواست که خودش برات بده. راست میگه بسیار خوش شدم که شما را دیدم. دیروز چرا دانشگاه آمده بودی؟ یک کار مهم داشتم از او خاطر ناومدم. همراه نریمان یک جای بودی؟ تو چطور میفهمی؟ خودش برام گفت. به خاطر مشوره مالی تمام داوطلبان قدر هستن؟ درست است. هیچ کدام اینا مناسب نیستن. به خاطر یه مقام بازم اعلان بتین. در پالوش نوشته کنین که فرانسویان بفهمن. یک دقیقه اعلان نتین. باز من براتون خبر میتم. بله اونور به چی گپ از بیادر؟ کجاستی؟ در ساحل هستم دعوش میکنم بیا که مسابقه بته. میخوایی با من مسابقه بتی؟ درست سیر بیات خود داشتم مسابقه میتیم اما فردا وقت تو باید در شرکت باشی. چرا؟ در شرکت آرجاغلو کار رسمی ساعت 8:30 شروع میشه. تو مشاور جدید مالی ما میشی. این گپ دیگه از کجا شد؟ نه خیری کار امکان نداره. من دیگه نقشه دارم میخوایم خودم برای خود شرکت جور کنم. اونور اول تو شرکت مرا جور کو بعدن باز برای شرکت تو گپ میزنیم. گوش کو چی میگم امشب با هم ملاقات میکنیم فردا صبحم سر وقت تو باید به شرکت بیایی. با امید دیدار روزلم. شاهین پدرم ترا به استودیوی خود دعوت کرده میخواد صدایت ثبت کنه. صدایش ثبت میکنم؟ پدرم صدای ترا بسیار زیاد خوش کرده. تو خود میفهمی او همراه ستاره‌ای بسیار بزرگ کار میکنه. اگه کسی بخواد ستاره شه پدرم در یک دقیقه کار میکنه. راست میگی؟ استودیو پدرت کجاست؟ ما طرفش هم اونجا میایم. روزلم من قبلا به پدرت گفته بودم من نمیخوایم آوازخوان شم.
باز میبینیم. شاهین بیادر تو چی میکنی ها؟ پس چی کنم؟ این دختر میتونه تمام مشکلات ما رو حل کنه. چرا نمیفهمی؟ کدام مشکل بیادر؟ مشکل پوله شاهین، پوله. چیزی که پیش اوناست پیش ما هیچ نیست. خدایا تو با ما صبر بده. امی جانم این دیگه چی گپ است؟ رابطه من امرای مجید بسیار خوب است. یعنی فقط او بسیار مشغول در کارهای خود است. از او خاطر فرصت پیدا نکردیم که شبانه بیرون بریم. و درست است جانم. با امید دیدار میبوسمت. هر کس درباره ما و مجید میپرسه، میگن کجا هستین؟ هیچ معلوم نمیشه. درست است بیلین، کمی صبر داشته باش، همه چیز خوب خواهد شد. چه قسم صبر کنم مادر؟ چه قسم؟ مجید زنگ ما جواب نمیده. برام پیام روان کرده بود. جدی میگی؟ چی گفته؟ گفته اگه یک مدت با هم گپ نزنیم خوب میشه. بیلین جان، مادر مجید از خاطر نریمان از ما دور شده میره. میفهمم او هم روی دختر ملاقات میکنه، اما اگه پدر نریمان از این وضعیت خبر شوه، باز نریمان از او خانه بیرون شده نمیتونه. ما با قافای درباره کار دخترش میگم. درست؟ من هیچ وقت برات اجازه نمیدم که قسم یک کار انجام بدی بیلین. او را فراموش کن. به خانه او آدم رفتن نمیتونی بیلین. نریمان دیگه کیست که تو به خانه اونا میری؟ مادر بیلین هوشیار باش. مجید مجبور است که دوباره به طرف تو بیاید. امشب چی بپوشم فخریه جان؟ یعنی به نظر من میتونی یک لباس مقبول بپوشی. آرایشت میکنم موهای تا شکل میتو بسیار مقبول میشی. درست است. به نظرت ای چطور است که بپوشم؟ ای چطور است؟ خوبه نریمان، ای دیگه چی است؟ اوف بیبی؟ امکان نداره ای را پوشیده نمیتونم. چرا؟ به خاطر که ای از شایقه است. اما چی فرق میکنه دیگه جانم؟ فکر میکنی از شایقه اگه بخوایی برات نمیده؟ همین را بپوش. فخریه ای را پوشیده نمیتونم چون او شب میره پوشیده بودم. کدام شب؟ شب که پیش مجید رفتم. فهمیدم. خب حاله این لباسه به خاطر بس شانسی نمیپوشی یا که نمیخوایی خاطرات مجید آرجا و خلو را به یاد بری؟ اوف 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 بسیار مزه‌دار معلوم میشن مادر جان. گرم از حالو نخو. شایقه انشالله که همین قسم روزای خوش زندگی تو هم خواهد دیدیم. آی خیال پردازی نکن خانم گلتر، خیال پردازی نکن. قسم نگو. تا که من در لباس عروسی نبینم و به خانه خود سرت روانت نکنم نمیخوایم از این دنیا برم. نام خدا، من نظرم راز زنده موندن برای ابد یا شایقه. من در حالت نوجوانی و بزرگ شدنت ندیدیم. در قلب من یک خالیگاه مانده. کم از کم اجازه بده که تو را در لباس عروسی ببینم. درست است. او که شد باز نواسه خود خواسته اما تو نیست. هم بچه و هم دختر میخوایم. شاید از من یک داماد بخواین که بسیار وظیفه شناس و مقبول باشه. چطور؟ انشالله انشالله. کی زنگ زده؟ شماره ناشناس است ماما، دقتش نشد. گرم از حالو نخوری. تو مطمئن هستی که میخوایی امرای شاهین عروسی کنی؟ فخریه توی یک گپ لباسه چقدر طولانی کردی. آفرین به تو. فخریه ما 7 سال را که امرای شاهین تیر کردیم و یک شب را که امرای مجید تیر کردیم مقایسه نمی کنم. امشب به شاهین بله میگم و همه چیز خلاص میکنم. خب ماما زمین خاطر میگفتم جانم تو بسیار عجله میکنی نریمان. به نظر من تو از کدام چیز فرار میکنی یا که از مجید فرار میکنی؟
آی نزاهت کل کاره به تو الا کدم، اما چی کنم دیگه بسیار مانده شده. فرق نمیکنه مادر جان، هیچ تشویش نکنه. من میرم. شاهین چی میشد یک بار دیگه هم در مورد فکر میکردی؟ یک بار دانشگاه خلاص میشد باز یک کارم پیدا میکردی بعد از تصمیم میگرفتی؟ تا که دانشگاهم خلاص نشه عروسی نمیکنم. ما هم نمیخوایم که نریمان با مشکل روبرو شوه. فقط میخوایم که رابطه ما یک نام داشته باشه. همین برام کافی است. مادرم میگه زود عروسی کنی، از او خاطر به تشویش است. گفت اول اصلی عروسی کرد حال تو. جهان زنگ زده، ما باید برم. جهان چطور است؟ خوب است دیگه، چی کنه؟ راستی او یکم تشویش داره. با گفته خودش میگه یک ماه تنها دو انتان مجرد ماندیم بس. چرا؟ او عاشق شده. آفرین نزاهت، آفرین دختره. کی هست؟ سر کی؟ بیگانه نیست، سر دختر گلتر خواهر. سر شایقه عاشق شده. ای چی میگی بچه؟ ایره دفتن چی شد؟ سر تو قهر است. سر من؟ اما چرا؟ نزاهت اولادی بزرگی خانه نیست. او در خانه شیشته بود کاسلی عروسی که حال تو میخوایی عروسی کنیم. اگه قهر نشد اگه چی کنه بیچاره؟ خواهر تو تا حالا نرفتی؟ برو اگه نه وقت میشه. خواهر اگه تو میخوایی من منتظر میباشم. به خاطر چی؟ منتظر من میباشی؟ تا وقت هر دوی ما در اینجا خاط پوسیده. من میفهمم که از این خانه جایی نمیرم. مادر ما یه زفیره کجا ماندین؟ چند بار براتون گفتم که او را از جایش به جایی نکنه. شایقه دخترم بخیز یگان لباس درست بپوش. در داخل خانه نباید این قسم بگردی بد است. خب بس من بیان زده قاورده بودم مادر. یک چند دقیقه بیرون میرم که هوای تازه بگیرم. اوف بیرون رفتن نمیتونی. مده ای باره همراه گپ زده بودم دخترم. در منطقه ما این قسم نباید بگردی بد است. اگه بد است برای من بد است. بس از اگه زندگی مداخله نکنید. شما هیچ من آرام نمیمانید. دخترم دختر خوبم، یک کممون از هم باش. ماما فایزت قهر میشه اگه تو رو در این قسم لباس ببینه. آی خدایی چه قسم زندگی کردن است مادر. اگه بیرون میرم باز باید از ماما فایز اجازه بگیرم. لباس پوشیدنم باید از اجازه بگیرم. دخترم قند مادر ما کدام نیت خراب نداریم. ما کدام نیت خراب نداریم. در زندگی مداخله نکنین بس است دیگه. اما خواهشات تو بسیار زیاد است. نریمان تو فرار کرده جانتا نجات بده. اینجا زندگی بسیار سخت است. تو چی گفت میری دخترم؟ اینجا چه قسم زندگی است؟ اینجا که باشه تا وقت کروسی میکنه زندانی میباشه. با بعد از عروسی هم در زندانی شوهر زندانی میشه. خدا آدم از خانه شما نجات بده. آفرین به تو شایقه، آفرین به تو. نریمان اگه من جای تو میبودم باز دویده پیش مجید آرجاغلو میرفتم. بدون او هیچ کس نمیتونه تو از زندان نجات بده. هوشیار شو. من شاهین دوست دارم شایقه. چرا؟ به خاطر که او تو را دوست داره ها؟ بیبی امشب آخرین چانس تو است نریمان. وقت از پل تیر میشدی در پایین طرف آب روان خوب درست سیر کن. اگه بارم از پل بستی باز مجبور میشی که خودت آب بازی کنی. واقعا آفرین به تو. این بسیار مقبول است. این توفیه کنه. اگه سنگشه کمی دگام نازک میشد خوب میشه. بازم مقبول معلوم میشه. خصوصا به تو بسیار میزیبه. پیش من ارزشی در سنگهایش نیست، بلکه در عطر است که من ازش حس میکنم. من عزیزت بن بوی مادرم احساس میکنم. مجید آرجاغلو. ایلین اونور
کجاستی؟ میخوایم یک بار تو را ببینم. تو خوب هستی؟ خوب نیستم. باور کن هیچ خوب نیستم هنر. کجاستی؟ همیاله پیشم بیا لطفا. من همراه مجید یک جا هستم. وقتی از اینجا برآمدم با زنگ میزنم. کجاستین هنر؟ فقط به تشویش هستم بگو که کجا هستی. مجید همراه دختر یک جای است هنر، اما تو نیست. میخوایم بفهمم. لطفا برام بگو. بله، ده همون جایی که هر وقت میباشی و تناسته. درست است. اینجا به نام نریمان کسی نیست. درست است. چطور هستی؟ خوب هستم بیادر. نریمان، پدرت تو را صدا داره دختر. پدرم؟ پدر؟ بیشی دختر. آرزو، حال از پشتش برو که کدام کار خراب نکنه. چی شده هاجر خاله؟ نشانی خانه قافای زمین فونه. اوف هاجر خاله چرا این کار کردی؟ چی میکردم دیگه؟ او مرا تهدید کرد. پیلین خبر کو. شاهین همراه مادرش امشب به خاطر گپ زدن در مورد یک موضوع خیر به خانه ما میان دخترم. تو خو خبر داری اما تو نیست؟ بله پدر. اگه اونا از من درباره آینده تو سوال بپرسن باز تو میخوایی برشان چه قسم جواب بتم دخترم؟ همراه شاهین یک جای زندگی میکنی یا؟ بله پدر. پیلین لطفا آهسته برو. پیلین گفتم آهسته برو. متوجه باش. پیلین نمیشنوی و تو میگم. گفتم آهسته برو. همه تصمیم چرا نمیفهمی؟ پیلین خواهش میکنم که آهسته برو. صدای من نمیشنوی؟ آهسته برو. خب از با شرکت آرجاغلو خوش آمدی. اگه زیاد سرم کار کنی باز از پیشت فهمیدم. درست است. باید بگویم مجید که اگه همراه پیلین گپ بزنی خوب میشه. حالت او هیچ خوب نیست. میفهمم، اما زوزو زنگ زدن و هیچ خوشم نمیآید. گپایی را که به نریمان گفت او را تو هنوز فراموش نکردی. بسیار چیزای بد گفت. خب چرا مانع او نشدی؟ مانع شدم. اگه میخواستی میتونستی مانع شوی اما این کار نکردی. نمیتونی مانع دختر خانم شوی. نریمان تو را بسیلی زده، تو هم به واسطه پیلین او را بسیلی زدی، اما تو را او شب تو اونجا نبودی. بدون که اصل موضوع را بفهمی مرا ملامت کردن نمیتونی. او شب هیچ کس نمیتونست نریمان از دست پیلین نجات بده. فهمیدی؟ درست است آقام باش. امشب دیگه نمیخوایم بیشتر از شام بخیر. خوش آمدین. خوش باشی جانم. شام بخیر. خوش آمدی زهرا. خوش باشه گلتر، خوش باشی. به نظرم که وقت آمده. خواهش میکنم بفرمایید. خوش آمدی بچه. خوش باشه. داخل بریم. هیچ وقت جدا نمیشیم. بعد از امشب دیگه هیچ وقت جدا نمیشیم. بریم؟ خب هیچ معلوم نمیشی چطور هستی مجید؟ نه نبودم برات بسیار خوش میگذرم. با من دست نزن.
خب آرزو مثل تو دنیا ندیده فصل عشق ما رسیده. درس‌ها چطور میگذره؟ پلین حالا دیگه بیا که بریم. بله اگه برین خوب میشه. چرا؟ تو منتظر نریمان هستی اما تو نیست مجید؟ خب فکر کردی؟ درباره چی؟ در مورد آینده‌ت. موضوع مجید آرجاغلو بسته شده دیگه شایقه. فعلا حقیقت زندگی من شاهین است و تا ابدام همراه عمومی باشم. خب پس یک کار میکنیم. تصور که مثلا اگه آل مجید آرجاغلو بیایه و دروازه را تک تک کنه، تو کدامشان انتخاب میکنی؟ این قسم یک کار امکان نداره شایقه. قهوه جوش کردم. خواستم کم امروی شوخی کنم دیگه. درس‌های چطور پیش میره شاهین؟ بسیار خوب پیش میره کاکا فایز. برای نمایش آخر سال آمادگی میگیریم. بوی قهوه آدم سر حال میسازه. زنده باشید. میبخشین دلیل آمدن ما به اینجا در این وقت کی است؟ اما میرم میبینم. سلام. نخواستم پدرم در وقت تنها بانم. شایقه کی است؟ بدماش است. کم آهسته. چرا؟ یعنی تو به خاطر من تشویش هستی؟ تو هیچ خوب معلوم نمیشی. من کاملا خوب هستم مجید. افکار تو کاملا تغییر کرده. جالب است تو دختر بیارزش خوش داری و برش اهمیت میتی. برای میره بگو که تو شب امروی نریمان چی کردی مجید؟ آی باید تو وضعیت هم میدیدین اونور. او دختر بیچاره از کشتی قسم فرار میکرد که هیچ نپارد. ای هم از پشت صدا میکرد که نریمان لطفا صبر کو استاد شو، صبر کو نریمان صبر کو. بله دیگه وقتی کس را دوست داری مجبور هستی از پشتش بدوی مجید آرجاغلو. با کل به ما خوش آمدی. سلام به همگی. راستش من با خاطر بیادرم آمدم. خواستم رسم و رواج یاد بگیرم. شاید آینده با دردم بخوره. خوش آمدی بچه. حالا در پهلوی کاکا فایزت بشی. درست است. قهوه می نوشی برات بیارم جان؟ اگه کسی آماده کنه حتما می نوشم.
پلین تو چی میکنی؟ کجا میری؟ دروازه رو باز کن. پلین صبر کن، تو نمیگم. باش ببینم آقا فایز دهان شنیدن ایگه پار داره یا یارو تو چه؟ پلین دیوانگی نکن. پلین نرو. پلین چی شد آرزو؟ مجید تو باید مانع پلین شوی. حالا عجله کن. هر کاری که میکنه هیچ دقیقش نیستا. مجید پلین میخواه خانه نریمانشان برم. کاش که فخریام می آمد. تو بابی از اون نیمه امروز دیگه خانه و نیمه دیگه در خواب تر میشه. حداقل امروز حاضر نباشه. او خو گفت که میایم. مصروف بود. گفت من چه میایم جور میکنم. لباسای من میپوشم دمی کارام مصروف بود. گفت شما ادامه بتین باز من خودم میرسانم. از دستی فخریه. آی جانه فخریه را با دستای خود بزرگ کردیم. نریمانم همچنان. ماشاءالله مادر جان. تمام دخترها را پرورش دادین بغیر از من. آقا فایز دیروز آسلی اومده بود. بسیار پشت دخترم دق شده بودم. بسیار زیاد. آدم با مادرش که بعد از قدر سال او رو دیدم قسم گپ میزنه. بوسی قسم گپ نزن. البته اگه مادرت پیدا کنی. خب حالا که قهوه خدا نوشیدیم بهتر است که سر اصل موضوع بریم. آقا فایز میخوایم بچم شاین همراه دختر شما فخریه است. فخریه اینجا خانه آقا فایز است؟ بله اینجاست. بفرمایید. کی اومده شایقه؟ خانه است نریمان؟ ما باید به او بزه گپاره بگویم. دروازه خانه ما باز شد. در داخلی یک باد شدید میوزد. او آمد. با گذشته خود خداحافظی کرد. چی گپ است؟
نریمان ما تو باز چرا اینجا آمدی؟ ها؟ شاهین لطفاً کدام گد و دیره ننداز. میگی چی کنم نریمان؟ آرام باشم. مجید ما پیلین چوب باش. ما یک بار میبینم. ما خود نفهمیدم که چی شده. اولادا بین خود گپ میزنن جانم. بیا که بریم. ما حالم راید کار دارم. نریمان چی شده؟ پس شوید پدر ما آمدم کاکا فایز. وقتی آمد پدر از خاطر که کم نوقت کردم از او خاطر ازم میپرسیدن که چرا نوقت کردی. نه جانم به نظر من بسیار در وقت خوب آمدی. حالا داخل برین. پیش مهمانهای کارایتان خوب نیست. بعد است او هم در قسم یک شب. میبخشین پدر جان. مجید ما درباره هر چیز برات توضیح باید میدم. برم توضیح بدی. مجید ما پیلین دموتر بالا شو و مرا تعقیب کو، درست است؟ شاهین لطفا آرام باش. تو مداخله نکو بیادر. ما آمدم. خوش آمدی دخترم. تو زیاد نوقت کردی دخترم. ما به تشویش بودیم که چرا نامدی. میبخشی. بله با چی قال مقالی هم داخل شد. ده تا فولیت هم قسم بود. ای شوخک. خب به هر حال مادر شما چی میگفته؟ شاهین و او احمق اینجا چی کار داشت ها؟ او خبر داشت که امشب اینجا چی گپ است؟ تو برش گفته بودی؟ نه خیر شاهین. بس است که دروغ نگو. اما آمده بین شما مزاحم هستم. صبر کو. او میفهمید قرار است امشب ما با هم نامزد شویم. تو برش گفته بودی. او آمده بود که تو را منصرف بسازنی؟ آمده بود که مانع ما شود. زود باشید. شما چی میکنید؟ آفرین به او. بالاخره کامیاب شد. شاهین بیا بچیم. ما با قافایز میگفتم که به خاطر یک موضوع مهم مزاحمتان شدیم، اما وقت زنگ دروازه زده شد مادر. باز نریمان. فخریه شاهین فکر میکنه که مجید اینجا خواستیم دیوانه شده. پیلینام آمده بود که کلی چیزا به پدرم بگوید. باور کده میتونی هر دوشان یک جای آمده بودن. فخریه ما حالی چی کنم؟ تو برم بگو. نریمان صدقه چه و آرام باش. کل چیز خوب میشه قسم میخوری. نه فخریه نه. بعد از دیگه هیچ چیز خوب نمیشه. به از اون وقت شده. از اینجا باید هر چیز زودتر بریم. ساعت چند از نزاحت نه که زیاد وقت شده. آمدن ما کم پیش از وقت بوده مادر. با اجازه تان کاکا فایز. چی شده بچه؟ رفتم ایتونین.
حالا دیگه پلین جواب بده زود شو. چی گپ است آرزو؟ چی گپ است؟ پلین چرا موبایلت جواب نمیدی؟ کم از تشویش با منم. تو خوب هستی؟ خوب نیستم. درست شد خوب نیستم. تو پشت من مجید روان کده بود که آرزو؟ من یه سابق کارتا از من میپرسم. اون نریمان احمق مجیدو تو هر سیتان باید سابق کارایتان پس بده. بلینو شاهین صبر کن. یک دقیقه شاهین. آی چی گپ است؟ من خو هیچ چیز نفهمیدم. توبه ما بازم خواد آمدیم خاله گلتر. درست است. بیاین دخترم. اما زهرا این قسم هیچ خوب نشد. قسمت شاید همه قسم بوده. فخریه آمدم خداحافظ. زوشت دیگه چقدر حال میتی؟ نریمان کجاست؟ خدا برات عقل بده نریمان. تو چی کردی دختر؟ ما رو پیش اونا شرماندی. اما من هیچ گناهی ندارم. ناقمرم علامت نکنی. آی میگی گناهی تو نیست. این چندمین بارت از دختر. اما تحمل کردن نمیتونم. لطفاً چوب باشین. شاهین چی شد؟ چرا این قسم دیوانه شد؟ چی کردی با او بچه؟ چی گفتی؟ آی اما بس است دیگه. شما دو نفر دیگه بچه قدر بزرگ ساختین. آرام باشین. یکی طرف باز دیگهش می. تو مداخله نکو شایقه. نریمان چوب باش. ما چی کردیم دیگه مادر؟ بیاین که ما داخل بریم. در وقت شب کدام جای دور نریم. درست از خاله زهرا شما تشویش نکنین. من همراهش هستم. شما داخل برین. ما بسیار میترسم که بچه کدام دیوانگی نکنه. این اتفاقات امشب حتما کدام سبب داره همه تو نیست؟ اما من نمیپرسم نریمان. پدر چی کردی پیلین؟ میخوای چی کنی ها؟ چی شده؟ چی؟ ما عاشق شدیم و این کار کردم. تو این کار کردم میتونی ها؟ برم بگو مجید تو مثل ما عاشق شده میتونی؟ حالا گپ بزن مجید هر جا اخلا. به خاطر عشق خود پیش مردم خود رسوا بزاد. گپ بزن. حالا بگو که ما عاشقت هستم و دوستت دارم. در حالی که خوب میفهمی که نفر مقابل هیچ طور دوست نداره. حالا بگو دیگه. به خاطر کسی که به تو هیچ اهمیت نمیده خود حقیر بساز. به خاطر کسی که هیچ طور نمیخوای از زندگیت، تمام سالهای عمرت، تمام هستیت فدا کن.
تو هم مثل من تشیر کشیدی که حالا ازم حسابی کارای من میپرسی ها؟ طرف من ببین مجید، تو میتونی به اندازه دنیا دوستم داشته باشی؟ من رضایت تو را پرسیده بودم. تو گفتی که میخوای امرای شاهین عروسی کنی. اونا به خانه ما خواستگار آمدن. این کارهایی را که در حق ما کردی بسیار نادرست بود نریمان. امشب چه اتفاقی افتید که نظرت تغییر کرد و ما را پیش او مردم شرماندی؟ پدرت در خانه هست نریمان؟ ما باید برایش بسته پاره بباید. تو خبر داشت که امشب اینجا چی اتفاق میفتنه؟ تو برش گفته بودی؟ نه خیر شاهین، بس هسته که به من دروغ نگو. من از نریمان چی کمی دارم برم بگو. شاهین بود نامزده. کسی که واقعا دوست دارم هستا. ما تو را دوست دارم مجید. تو به خاطر چی مرا نمیخوایی؟ چرا دوستم نداری؟ چرا؟ چرا دختره؟ چرا قسم میکنی؟ چرا این کارا رو در حق ما کردی؟ کدام گپ نیست، شما تشویش نکنید. سبق خان، کام به خود بیا رفیق. بسیار جگرخون شدیم بیادر. این بار کاملا فرق میکنه. حالا دل میشه که رفته هر دوی اونا را از بین ببرم. وقتی او دروازه باز شد و او احمق اونجا دیدم، تمام گذشتیم امروی نریمان از بین رفت. خب وقت تهداب ضعیف باشه با ساختمان حتما یک وقت سقوط میکنه بیادر. موضوع نریمانو با دایم بسته کده یا نه؟ گپ بزن. حال خوب استی دخترم؟ خوب استم همه. نه خیر دخترم، آرام استراحت کن. من یک بار پیش پدرت میرم. پدرم چطور است؟ همو قسمت هیچ فرق نکده. میبینی تو گپشانه نزنن آرام نمیشینن. اما 21 شب متفاوت بود. وقتی که مجید آرچاغلو را پیش دروازه دیدم کم بود که ضعف کنم نریمان. دختر ما به تو آفرینی میتم. تو آدم و مشورت دادا روزی خانی خود آوردی. بعد از هیچ کس مونیت شده نمیتونه. شایقه میفهمی که من هیچ جایی نمیرم، همینجا میباشم. شاینم زیاد جگر خون شد به خدا. شاهین لطفاً جواب بده شاهین، لطفاً جواب بده. نریمان تو ناق مزاحم شاهین میشی. اگه تو بجوش میبودی جواب میدادی. نوش جانتان، شبتون بخیر. زنده باشی.
اگه از نریمان فرار کنی از قلب و عقل چطور فرار میکنی بیادر؟ تصمیم جدی بگی که میخوای امرای نریمان ادامه بدی یا نه شاهین؟ بیادرم اگه گپ عقل خود گوش کنم میگه ای کار خلاص شد منصرف شد. خوب کار میکنی. اما اینجا چطور شوه؟ اگه قلب تحمل نتونه باز عقل مغلوب میشه. ما امشب چقدر جگر خون هستم تو رسه که چی گفته میری؟ چرا خنده میکنی؟ اگه درخت در جای خود باشه هیچ مشکل نیست. درخت دوباره سبز خواهد شد. فقط یک چند وقت در بر میگیره بس. نمیفهمم تو چطور اجازه داده که پلن اونجا بره آرزو؟ او دیوانه شده بود. هیچ گپ من گوش نکرد مادر. با مجید زنگ زدی؟ ها زنگ زدم اما جواب نمیده. چطور است که به نریمان زنگ بزنم؟ هیچ وقت. من هرچی کوشش میکنم که شما را از او دختر دور نگاه کنم اما شما بازم با او خود نزدیک میکنین. اول پیرین شروع کرد مادر. اگر نریمانه به او محفل دعوت نمیکرد باز هیچ وقت یه اتفاق نمیافتاد. وقتی به یک نفر زیاد نزدیک شوی که سویش از تو کده پایین باشه باز بالاخره تو را مثل خود جور خواهد کرد آرزو. اول تو بعدن پیلین بنو بعد پشت خانه او نریمان رفتین. آفرین به شما دخترای بیعقل. خوب میفهمم که او نریمان احمق ارزوی شما را بازیچه دست خود ساخته. زیاده روی نمیکنین مادر. اگه پدرت خبر شوه؟ اگه شما نگوین باز هیچ وقت خبر نمیشه. اون آمد. لطفا سر من قهر نشو. اولادا کل چیز خوب از همون تو نیست؟ کل چیز خوب از عشقم. بله جانم. مجید الان داخل بین بچیم. بسیار ناوقت شده. باز کدام وقت دیگه میایم؟ فعلا دیگه میرم. فردا باز برات زنگ میزنم. درست است عشقم. شب بخیر. شب بخیر بچیم. خدافظ. پلین برام بگو چی شده؟ چیزی که باید میشد اما کار شد آرزو. مجید دوباره پیشم آمد. خیریت است؟ بیادر تو اینجا رو بیبی. چراغی خانه هنوزم روشن است. این حالتی مجید مرا به تشویش می سازه کریم. چرا او چی شده؟ او بسیار درباره او دختر نریمان فکر میکنه. تو از کجا فهمیدی؟ زیاد وقت میشه که ما کسی را همراه مجید ندیدیم. به نظر من تا حالی هم درباره او فکر میکنه. صبح بخیر. صبح بخیر جانی. این صبح مارم رنگین ساختی. بسیار مقبول شدی شیرینی. خوب کردی که آمدی. تشکر میکنم. مجید برام گفت که امروز صبح یک جا میریم باز مام آمدم.
تا حالا بیدار نشده؟ نفهمیدم. شما کجا میرین؟ به شرکت میریم. سر کار خود میریم. اونور جان بسیار تحمل کردی. تبریک باشه. حال اونجا در شرکت میم باز گپ میزنیم. یک سوال مانده. نریمان دیدی؟ بله دیدم. بله. صبح بخیر. چند دفعه زنگ زدم چرا جواب نمیدی؟ خواب بود و مزلم. چی شده؟ باید بنتون بیایی جانم. نمایش است. نمایش خاص آخر سال است. اما تو نیستی شاهی. اگه بیایم ناوقت میرسم. درست است. پس تو آماده شو من پشت میایم. نه خیر عزلم نیا. به خاطر نریمان میگی که نیایم نه؟ تو نمیخوای کماره یک جا ببینه. عزلم چند بجه اینجا رسیده میتونی؟ صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر جانم. پلینده صبح وقت ما رو متعجب ساخت. این هنوز شروع کار است. بله. حالا دیگه یک چیز بخو که به شرکت بریم. امروز اولین روز کاری ما در شرکت است. بسیار هیجانی هستم. ما بسیار هیجانی هستیم که همراهی تو کار میکنیم. ما صبح وقت صبحانه ما خوردم. بیا که بریم پیلین. ما درست است. ما همراهیتون میکنم. فراموش نکنم مادرم به شما زیاد سلام گفت خالایشه. تشکر میکنم جانی. مجید چی گپ است؟ تصمیم گرفتیم خدا تغییر بدم. همراهش خوب رویه کنم. چی میکنی؟ چی کنم دیگه؟ به خود کار میپالم. جدی میگی؟ البته جانم. من خطابت اینجا دمی خانه بوده نمیتونم. یک روز باید برم. باید برات بگویم که کارت هیچ خوش و پدرم نخواد آمد. جانم ما به هیچ کسی اجازه نمیتم که در زندگی ما مداخله کنه. در قصه هیچ کسی نیستم. چقدر خوشبخت هستی. نریمان دخترم یک دانه دیشب چی شد که شاهین و قسم از خانه برآمد؟ من هیچ نفهمیدم که او قدر وقت پیش دروازه چی گفته. یک بار بیرون رفتی باز هیچ بالا پس نامدی. اما در پیش دروازه خب نریمان با شاهین گفت که دیگه او را نمیخواه فقط هم قدر. چی؟ برش گفت که حاله نمیشه و شاینم سری گپ نریمان قرض شد و قل مقال کرد در پیش دروازه. بعد از اوشه دیگه خودتان میفهمین. دخترم آفرین به تو. اگه نمیخواستی از اول میگفتی. چرا اونا را زحمت دادی؟ این کارا خو کارای طفلانه نیست. چرا نمیفهمی دخترم؟ راستش من برش گفتم زیاد برش گفتم اما تو او وقت تصمیم درست نگرفته بود دیگه. بران خوب شد که بالاخره حقیقت دید و فهمید. او بیچاره بیرون رفت. توبه توبه. اوف. آفرین به تو شایقه. چرا یک قسم گفتی؟ چی میکردم دیگه جانو؟ یعنی حقیقت برش میگفتم.
همیرا میگفتم که پیلین پیش دروازه آمده بود، میخواستم برای ماما فایز ببینه و برش بگویم دختر خود با فامانو که دوست پسرم از پیشم نگیره.